فرانکی دیونگ. رو میاره برای یامان، بازم انتخابش بازی تک ضربه با توپ هست. اولمو کنترل میکنه، دوباره یامان رو پیدا میکنه، برد میزنه توش بزنه لامین یامان. هدشات تماشایی از لامین یامان. یه بار دیگه بهترین شکل ممکن در ترکیب بارسلونا نقش میکنه. اگه قرار بارسلونا توی این مسابقه حکم قهرمانیش امضا بکنه، چه گلی قشنگتر از این گلی که لامین یامان به ثمر میرسونه. کجا بود؟ شیرجه بود دست خوان گارسیا کجا بود؟